از روز پنجشنبه در کوچه‌های جزیره‌های قناری اسپانیا که یکی از مکان‌های دوست داشته سیاحان است، کشیدن سیگار منع شد. ساکنان زیادی از این اقدام مقامات محلی خوشحالند، زیرا طبق معلومات موجوده این چاره با هدف جلوگیری از سرایت کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 گرفته شده است. اکنون در جایهایی که امکان گرفتن 2 متر فاصله میان انسان‌ها وجود ندارد، کشیدن سیگار ممکن نیست. به گفته مسئولان، سیگار کشی در جایهای جمعیتی به مثل طربخانه و دالانه‌های باز منع شد، زیرا رهگذران را با خطر سرایت کرونا ویروس مواجه می‌کند. ماه ایون اسپانیا که از شدیدترین کرانتین ها در اروپا را خاتمه بخشید و اشاره کرد که روزمره در این کشور شماره گرفتاران کووید 19 از 150 نفر بیشتر نیست. تنها روز 12 اوگوست در اسپانیا 1,500 کس گرفتار کووید 19 شده بود. از این رو اکثریت منع سیگار کشی را اقدام ضروری می شمارند. فکر میکنم کاری درست است. اگر این کار را نکنیم از نو کرانتین برقرار کرده می شود. حتی بعضی سیگارکش ها نیز از این اقدام پشتیبانی می کنند. من خودم سیگاری ام، ولی باید دستور را اجرا کنم. چاره‌بینی به نفع مردم است. در همین حال بعضی از ماموران مهمانسراها و آشخانه ها در تشویشند که منع سیگار کشی در جایهای جمعیتی مانع زیارت سیاحان و احیای ساحه سیاحی خواهد شد. روز 13 اوگوست در جزیره های قناری 100 حادثه سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شد. مقامات این استان امید دارند که با منع سیگار کشی این رقم باز هم پایین‌تر برده خواهد شد.